وزارت معادن و پترولیم اعلام کرد که عملیات رسمی سروی و مطالعات تکنیکی سه بلاک مهم حوزه نفتی افغان تاجیک در ولایت بلخ با مشارکت یک شرکت خصوصی ازبکستانی آغاز شده است. خبرگزاری وطن 24 گزارش می‌دهد این پروژه بر بنیاد تفاهم دو جانبه میان کابل و طرف ازبکستانی عملی شده و بر اساس آن شرکت یاد شده افزون بر نقشه برداری ساحوی و اجرای مطالعات ژئوفیزیکی، مسئولیت انتقال دانش فنی به متخصصان داخلی و فراهمسازی فرصت‌های کاری برای باشندگان محل را نیز بر عهده دارد. عبدالخلیل حنفی رئیس سروی‌های هیدروکربن وزارت معادن و پترولیم در مراسم افتتاح این پروژه گفت که عملیات جدید ساحه‌ای با وسعت مجموعی 7617 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. به گفته او این محدوده شامل سه بلاک استراتژیک می‌شود. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم نیز هدف اصلی این برنامه را مدیریت مؤثر و توسعه اصولی ذخایر نفت و گاز کشور عنوان کرد و افزود که افغانستان در تلاش است با بهره برداری هدفمند از منابع طبیعی وابستگی به واردات سوخت را کاهش داده و به خودکفایی در بخش انرژی دست یابد.